اگه شما هم میخواین مثل من موقع مبارزه با دشمناتون باعث شوک الکتریکی، یخزدگی، آتش گرفتن و مسمومیت بشید، این ویدیو برای شماست. لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید چون به من انرژی میده تا این ویدیوها رو برای شما بسازم. قبل از اینکه بریم در مورد مادز ها صحبت کنیم، مهمترین نکته اینه که کدام سلاح ها میتونن این ویژگی ها رو داشته باشن. خب برای اینکه بفهمید، به بخش اینونتاری خودتون برید، سلاحاتون رو نگاه کنید. اون سلاحایی که دایره های کوچکی در سمت راست و بالای خودشون دارن رو پیدا کنید. این سلاح‌ها میتونن این توانایی هایی را که بهتون گفتم داشته باشن. خب بریم درباره مادز ها صحبت کنیم. روی سلاح مورد نظر خودتون دکمه F رو بزنید. اینجا میتونید مادهایی که پیدا کردید رو ببینید. مادها کلاً دو نوع هستن. نوع اول که با ضربه زدن شارژ میشن و نوع دوم که موقع ضربه زدن به صورت تصادفی فعال میشن. بریم برای بررسی قوی‌ترین مادهای نوع اول. ماد ولتاژ که شوک الکتریکی به زامبی ها وارد میکنه. تأثیر این ماد به صورت گروهی هست. یعنی اگه 5 زامبی کنار هم باشن، با ضربه زدن به یکیشون و هر 5 تا شوک الکتریکی وارد میشه. همه مادهای نوع اول لول یکشون با 24 ضربه شارژ میشن، ولی اگه لولشون رو تا انتها بالا ببرید میتونید با 8 ضربه شارژش کنید. ماد بعدی ماد اسید است که باعث مسمومیت میشه. این ماد به صورت انفرادی تاثیر میذاره، یعنی اگه 5 تا زامبی کنار هم باشن و هر زامبی که ضربه میزنید اون زامبی اسیدی میشه، مسموم میشه. ماد آخر هم ماد آیس هست که باعث یخزدگی دشمنتون میشه. همون جایی که از فریز میشن و هر ثانیه هم بهشون دمیج وارد میشه. برای قوی‌ترین مادهای نوع دوم هم ماد آتش، ماد اسید و ماد یخزدگی هم قوی‌ترینشون هستند که با هر بار افزایش لول این مادها شانس فعال شدن این ماد هم افزایش پیدا میکنه. خب برای لول اپ کردن این مادها برید به سیف زون، این میز رو پیدا کنید، برید به قسمت وپنز ماد و مادهای خودت رو میتونید اینجا ببینید. در این صفحه لولشون رو میتونید افزایش بدید. بریم برای تست این مادها. ماد شماره 1 شوک الکتریکی. یکی از جذاب‌ترین مادهای این بازی همین ماد شوک الکتریکی که من خودم همیشه ازش استفاده میکنم. ولی تنها ایرادی که این ماد داره اینه که موقع ضربه زدن و وارد کردن شوک الکتریکی اگه زیاد نزدیک باشید، شوک به خود شما هم برمیگرده و دمیج میخورید. خیلی خوب، نحوه استفاده از این ماد اینطوریه که بعد از اینکه تعداد ضربات کافی وارد کردید و این ماد رو شارژ کردید، میتونید با پاور اتک به دشمناتون شوک الکتریکی وارد کنید. ماد شماره 2 ماد اسیدی که این ماد هم با ضربات شارژ میشه، ولی این ماد فقط تاثیر انفرادی داره. باید تک به تک به هر زامبی ضربه بزنید تا اسیدی بشه و مسموم بشن. تأثیر این ماد هم اینطوریه که وقتی که دشمنتون مسموم میشه، همون جایی که از ثابت میمونه و بعد از چند ثانیه میمیره. من روی این شمشیر از 2 ماد یخزدگی و اسیدی استفاده کردم. این 2 ماد کنار همدیگه خیلی خوبن چون هر دوتاشون تاثیر فریز دارن، دشمنات رو فریز میکنن و همین که هر ثانیه دمیج وارد میکنن. ماد شماره 3 ماد آتش که به صورت تصادفی کار میکنه. این ماد اینطوریه که وقتی فعال میشه دشمنتون آتش میگیره. اثر این ماد روی آدم ها بیشتر از زامبی ها هست. چرا؟ چون آدم ها واکنش طبیعی نشان میدن، فریاد میزنن و همونجا میمیرن. ولی زامبی ها چون حس بدنی ندارن و مردن، بیان تا شما رو بگیرن و اگه مواظب نباشید شما خودتون هم آتش میگیرید. برای اینکه به من انرژی بدید تا همینطوری برای شما ویدیو بسازم، این ویدیو رو لایک و چنل من رو سابسکرایب کنید. ماد شماره 4 و آخرین ماد آیس یا همون یخزدگی. این ماد باعث میشه دشمنتون احساس سردی بکنه و همونجا فریز بشه. به نظر من بیشترین کاربرد این ماد اینه که برای چند ثانیه دشمنتون رو فریز کنید و در همون چند ثانیه کاری که میخواد رو انجام بدید، یا اینکه میتونید با مادهای دیگه ترکیبش کنید که تاثیر خیلی خوبی میتونه بذاره.